خب تو خدا رو فریاد میزنی، امتیاز شما پیغمبر با ما چیه؟ انما ادعو ربی، امتیاز جمله بعدیه ولا اشرک به احدا. این امتیاز منه. شما یک لحظه الله را فریاد میزنید. ابو جهل ها بدبخت ها وقتی فشار سنگین بود تنها خدا فریاد میزد. در شدائد بر و بحر مشکلات سنگین دیگه میگفتم بابا اینجا لات نمیتواند کاری بکند، ابراهیم هم نمیتونه کاری بکنه. فدعوا الله مخلصین له الدین. نه ببخشید، دعوا الله مخلصین له الدین. فریاد میزدن الله را و این فریاد را به خدا اختصاص میدادن. پیغمبر میگه من هم ربم را فریاد میزنم در هر معامله. ادعو ربی ولا اشرک به احدا. هیچ احدی را من با خواندن ربم شریک نمی کنم. هر کس را فریاد میزند دو هدف دارد، یا جلب منفعت یا دفع مضرت. شما هم که دایان خدایید و دعات اللهید، اینجا صف کشیدید زن و مرد، شما هم که خدا را فریاد میزنید دو هدف دارید، یا دفع مضرت، گناه بزرگترین ضرر خدا ما را ببخش، کمر ما را میشکنه، یا جلب منفعت، بده آنچه خدا به دیگران دادی، ماشینی بده و موتوری بده و نمیدانم پاساشی بده و هر که اندازه خودش میخواد. یکی کرسی میخواد، یکی این شبها دعا میکنه خدا منو وکیلی بده، خدا منو وکیل بکن. ولی مثل من مثل بسا هستن یک مرتبه هم نگفتن خدا منو وکیل زاهدان. اونهایی که وکیلی نخواستن بیشترن. حق دارن هر که در خودش از حاکم مطلق مسئلت میکند. پیغمبر میگوید مردم قول دوم لا املک لکم نفعا ولا رشدا یا ضرا ولا رشدا. و مردم من هم در اختیار ندارم به شما نفع برسانم، من هم در اختیار ندارم که به شما ضرر برسانم، من هم اختیار ندارم شما را گمراه کنم و من هم اختیار هدایت شما را ندارم. خدا به پیغمبر دستور داده اعلان کن. پیغمبر در هر خطبه حکم خدا را امتثال میکنه. در هر خطبه من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له. خدا به پیغمبر میگه قل الحمدلله. پیغمبر هر خطبه رو میگه الحمدلله نحمده. چقدر به حکم خدا امتثال. کاش همین خطبه عربی را ما میفهمیدیم. هر کلمه از خطبه عربی امتثال به امر خدای لایزال هست. خدا گفته واستغفره، پیغمبر میگه نحمده و الحمدلله نحمده و نستعینه. خدا به پیغمبر گفته استعین. قل ایاک نعبد و ایاک نستعین.